جون 2023 بود. یعنی جایی بود که ما گفتیم خب حالا بیت کوین بعد از یه روند نزولی بزرگ که از سال 2021 شروع شده بود تا 2023 تقریبا ادامه داشت، اینجا بود که بیت کوین اومد بالاتر از میانگین سالیانش و یک سقف 2 ماه زد. دقیقا من یادمه اینجا بود، 23 جون بود. بعد اومد، خب من همینجا هم من 23 جون هم میگفتم بازار بعد از این 2-3 سالی که ریزشی بوده اینجا بعد از این یه استارت رو به بالا میزنه و قیمت میشکونه و میره بالا. اومد رنج شد و روز 17 آگوست بود تقریبا توی کندل 5 دقیقه‌ای حدود 10% بازار ریخت. یعنی من دقیقا پای چارت بودم که این اتفاق افتاد. حالا چرا ما اومدیم اینا مقایسهش میکنیم با الان و اکتبر 2025؟ من میگم که اینجا هم حقیقتش من اصلا فکر نمی کردم، اینم بگم که من تو اکتبر فکر میکردم بازار بشکنه و به شدت بره بالا. بعد از یه چند ماهی رنج و اینجور مسائل من فکر نمی کردم که حالا بازار دوباره ریزش کنه. یه اتفاق 10 اکتبر افتاد و بازار حدود 20% فکر کنم، بله حدودا 10-18% بازار ریخت. و حالا هم من فکر میکنم چیزی که توضیح دادم توی ویدیو قبلی هم، این 2 ماهی حداقل 1-2 ماه اینجا رنج میشه، این 2 ماه رنج میشه و بعد اون صعودا انجام میده. من این اتفاق از این حیث شبیه سال 2023 میدونم.